درود دوستان مهربان. چنان فردوسی بزرگ میگوید درباره گذشته ما: مگو که آتش پرستان بودند، پرستنده یزدان پاک بودند، ولی ما باور نمیکنیم که هزار سال پیش این سخن بود و تا حاضر میگوییم که گذشتگان ما دو خدا داشتند. و من بعد از جستجو، بعد از گفتگویی که در اینترنت کردم، دیدم که در این دوره من تنها نمی‌تونم از کتابخانه کلانتری نوشته که در مرکز 1 کیلومتر دورتر از کرمل وجود دارد، نامش بیبلیوگلوبوس است. بیبلیوگلوبوس رفته در اینجا همون کتاب ها را من بیاورم که کتاب هایی که از هندوستان و از بخشای ما به فرانسه بردند، از فرانسه بعد از 3 ترجمه به روسیه رسیده و این کتاب ها تاریخ هزار ساله دارد. ما می‌خوایم که این کتاب ها را با ترجمه بگیریم، از اینجا بخریم و در این به همه مهنت و به همه وقت نگاه نکرده من یک خود را جدا کردم و به اینجا اومدم. در این سفر مرا همراهی فرزندانم مهربان و